آنالیز بازی جذاب مگنس در مقابل فابیانا کاروانا. فابی با حرکت ایچار بازی را شروع میکنه. بعد از این مگنس دفاع سیسیلی را انتخاب میکنه و بعد از گسترش اسب مگنس هم اسب خود را گسترش میده و بعد از اینکه حرکت دیچار را فابی انتخاب مینماید، مگنس تعویض میکنه پیاده را و سیسیلی باز را انتخاب میکنه. بعد از اینکه با اسب میگیره، مگنس اسب دیگر خود را هم گسترش میدهد. بعد از آن اسب فابی هم گسترش میافته و در اینجا مگنس با حرکت E5 با بالای اسب سفید حمله میکنه. در اینجا بهترین حرکت اسب در خانه B5 است. البته در اینجا میتوانیم تعویض هم نماییم. بعد از اینکه تعویض شد ما میتوانیم با پیاده دی همچنان بگیریم و همچنان با پیاده بی بگیریم. البته به پیاده بی دقیق می باشه، ولی با پیاده ای هم بعد از اینکه وزیر تعویض شود و ما با پادشاه بگیریم، بعد از آن حریف میتواند فیل خود را گسترش بدهد. در اینجا پس ما باید در خانه شاه را در خانه E8 بیاریم و این برای انسان ها خیلی پیچیده می باشد، چرا که یک لاین سخت است ولی کامپیوتر میتونه این را دفاع نماید. بعد از این حرکت فابی اسب خود را در خانه B5 میاره و مگنس برای اینکه در اینجا خانه D6 خالی نمانه پیاده خود را در خانه D6 میاره. اگر پیاده خود را در خانه D6 نبیاریم و مثلا حمله نماییم بالای اسبش، در اینجا حریف میتونه کش بده و ما مجبور هستیم با فیل بگیریم. بعد از این با وزیر میگیره و وزیر سفید در اینجا بسیار قدرتمند است و سفید تقریبا در اینجا یک پیاده برتری داره. به همین خاطر مگنس پیاده خود را به خانه D6 میاره که جلوگیری کنه از خانه بیکار خانه D6 که اسب فابی نتانه در اینجا قرار بگیره. بعد از این فابی اسب دیگر خود را هم یک خانه بیشتر میاره، در خانه D5 میاره و حمله میکنه بالای اسب خانه F6. مگنس در اینجا تعویض میکنه. بعد از اینکه با پیاده میگیره، حمله نموده بالای اسب، مگنس در اینجا اسب خود را در خانه E7 میاره. حرکت خوب است ولی رای فیل را در اینجا قید نموده. در اینجا فابی حرکت C4 را بازی میکنه که هم حمله میکنه هم دفاع میکنه از پیاده D5 و هم میتونه بعدا در خانه C5 بیاره پیاده خود را و حمله نمایه بالای پیاده خانه D6 و مرکز سیاه را ضعیف سازه. در اینجا مگنس اسب خود را به خانه G6 میاره که رای فیل را باز کنه و همچنان گسترش خود را تکمیل نماید. در اینجا فابی وزیر خود را به خانه H4 میاره و یک کش برخاست را با اسب ایجاد میکنه. در اینجا مگنس بسیار با آرامی فیل را در خانه C7 میاره. تنها حرکت درست است در اینجا و از شر آجمدی که توسط اسب داره خود را خلاص مینماید. در اینجا مگنس فابی دوباره وزیر خود را به خانه B4 میاره که همچنان حمله داشته باشه بالای خانه D6 پیاده D6 و همچنان وزیر خود را از آجمدی که بالای آجمدی اسب که داره خود را نجات بدهد. در اینجا مگنس وزیر خود را به خانه B8 میاره و همچنان دفاع میکنه از خانه پیاده D6. فابی در اینجا با حرکت H4 بازی را ادامه میدهد و میخواهد که H5 بازی نماید. در اینجا حرکت پیشگیرانه H5 را مگنس بازی میکند و نمیماند که اسب مگنس را به عقب نشینی فابی مجبور نماید
و بعد از اینکه فابی فیل دیگر خود را هم گسترش می دهد و هم حمله می نماید برای خانه A7. مگنس در اینجا با حرکت A6 به بازی ادامه می دهد و حمله می نماید برای اسب فابی. در اینجا فابی عقب نشینی می کند و بعد از این A5 بازی می نماید. بعد از اینکه وزیر در خانه B3 می آید، باز H4 را بازی می نماید که حمله نماید بالای وزیرش و وزیرش خود را باید تکان بدهد و اسب اینجا گرفته نمی شود چون فیل در اینجا حضور داره. و بعد از اینکه این حرکت اتفاق می افتد، فابی مجبور می شود که وزیر خود را دوباره به خانه D1 برگرداند. در اینجا مگنس فیل خود را گسترش می دهد و هم پادشاه را آماده قلعه رفتن می کند. در اینجا فابی حرکت G3 را بازی می نماید، پیاده های خود را مستحکم می نماید و همچنان می تواند فیل را از خانه G2 به بازی اضافه نماید. بعد از اینکه مگنس وزیر خود را تکان می دهد در خانه C8، فابی فیل خود را در خانه E2 قرار می دهد. بعد از آن مگنس حرکت G4 را بازی می نماید و حمله می نماید بالای فیل و وزیر فابی. در اینجا فابی بدون حرکت فقط می خواهد که ستون C را در اختیار بگیرد و رخ خود را در خانه C1 قرار می دهد. بعد از این مگنس تعویض می نماید فیل ها را، فابی و وزیر می گیرد و بعدا مگنس وزیر خود را به خانه F5 و حمله می نماید بالای پیاده خانه F2 و همچنان گسترش وزیر. در اینجا فابی مرتکب اشتباه می شود و حرکت پیاده ای را انجام می دهد به فکر از اینکه مگنس بگیرد. بعد از اینکه گرفت دوباره با فیل بگیرد فابی و وقتی که مگنس با فیل گرفت در اینجا کش بدهد و بعد از اینکه کش با هر چیز دفاع شود و یا پادشاه را تکان بدهیم می توانیم فیل حریف را دوباره بگیریم و موقعیت خوب را به خود اختیار داشته باشیم. مگر در اینجا مگنس با محاسبات دقیق این کار را انجام نمی دهد و فقط قلا می رود و پادشاه خود را امن می سازد. در اینجا فابی یک حرکت دیگر هم انجام می دهد، حرکت پیاده را به خانه C6 می آورد. در اینجا مگنس تعویض می نماید و بعد از اینکه با پیاده دوباره فابی می گیرد، رخ خود را مگنس در خانه C8 قرار می دهد که دفاع نماید از پیشروی پیاده خانه C6. یک پیاده خیلی خطرناک است که اگر به دقت بازی نشود می تواند این پیاده حداقل یک سوار را بگیرد. در اینجا مگنس فابی با حرکت C4 وزیر خود را می آورد و سپورت می نماید یا بیشتر دفاع می نماید از پیاده خود و آماده می سازد پیاده را برای پیشروی بیشتر. در اینجا مگنس فقط حرکت فیل را در خانه D8 قرار بدهد که هم دفاع نماید از خانه C7 و نگذارد پیاده را به پیشروی. در اینجا فابی اسب را در خانه D5 می آورد و می خواهد که پیاده خود را یک خانه دیگر هم در خانه C7 قرار بدهد و پیاده مرگبار را در اونجا جاگزین نماید. در اینجا بعد از اینکه مگنس خانه حرکت پیاده E4 را بازی می کند و همچنان جلوگیری می کند از حرکت F3 و یا F4، فابی یک حرکت دیگر هم انجام می دهد و فکر می کند که پیاده توسط وزیر رخ و اسب کنترل شده یا سپورت شده و می تواند که بازی را به برد تبدیل نماید. ولی در اینجا بعد از اینکه حرکت بریلیانت را مگنس انتخاب می کند، فابی نمی تواند با اسب بگیرد، چون اگر فابی با اسب می گیرد، وقتی که با اسب می گیرد مگنس یک حرکت بریلیانت بعدی را بازی می نماید و حمله می نماید بالای وزیر فابی
در اینجا وزیر بهترین حرکت باید در خانه D5 بیارد که هم اسب را اکمل نماید که نتواند تکان بخورد و هم حرکت خوب است در اینجا. ولی فابی اسب خود را دوباره به عقب نشینی مجبور می سازد و در اینجا مگنس حرکت G7 را بازی می نماید. در اینجا ما نمی توانیم که وزیر حریف را بگیریم چون چنگال می خوریم توسط اسب و در اینجا مگنس فقط حرکت G7 را بازی می نماید و خود را از شر چنگال اسب خلاص می نماید و بازی توسط مگنس به برد تبدیل می شود. در اینجا فابی تسلیم می شود چون هیچ حرکت برنده در اینجا وجود ندارد و سیاه کامل برنده است و 5 پیاده برتری